حالا ما اگه بخوایم به ساختار درونی این صومعه صلیب مقدس بپردازیم، از راهروی راه صلیب شروع میکنیم. راهروی راه صلیب در این صومعه ما میتونیم بگیم اون موقع که سیسترسینس ها، یعنی همین برادران روحانی که برنارد مقدس اونا رو تأسیس کرد، بعد وقتی که خواستن صومعه هاشون رو بسازن تصمیم گرفتن که بنای صومعه هاشون همه یه شکلی باشه، یعنی حداقل تقسیم بندی، نه که همه یه فرم باشن ولی تقسیم بندی داخلی یکی باشه، که مثلا اگه برادر از فرانسه منتقل کردن فرض به یک صومعه در اتریش، دیگه اینجا گیج نشه کجا کدوم اتاق کجا کدوم راهروه. به خاطر میتونیم بگیم یک شکل متحد در تمام این صومعه هایی که این نوع برادران روحانی در اونجا زندگی و خدمت میکنن وجود داره. و در اینجا ما میدونیم که این راهرو یک شکل مکعب شکل داره و در 1240 این راهروی راه صلیب ساخته شده که ما میتونیم بگیم به طور بی‌نظیری از اون موقع تا حالا این به شکل اوریجینال یا اورجینال باقی مونده، یعنی هیچ تغییری در اون داده نشده. و سقف‌های اونم وقتی نگاه میکنین مخلوطیه از سبک رومانیک که این گنبدهاش گرده و سبک گوتیک که گنبدهاش یک مقدار نوک‌تیزه. یعنی من خب حالا رشته مهندسی نخوندم که بدونم سبک‌ها چجوری هستن، چون خودش توضیحاتشون خیلی زیاده. فقط میدونن سبک رومانیک و سبک گوتیک در این تفاوت دارن که اونا گنبداشون گرده و سبک گوتیک گنبداش نوک‌تیزه. و این راهرو یک مخلوط از هر دو تا این سبک میتونیم بگیم. و اینجا این راهرو در حقیقت در ابتدا فقط برای برادران روحانی در نظر گرفته شده بود، چون در اینجا اونها میتونستن تمرکز حواس کنن، میتونستن مطالعه کنن و میتونستن همچنین تحصیل کنن، یعنی چیزایی که باید بخونن یاد بگیرن در این مکان انجام میشده. و ما میتونیم بگیم اینجا محلیه که برادران روحانی با خداوند رو در رو ملاقات میکنن، چون ما میگیم ما یک فرد، یک شخص هستیم و خداوند هم یک شخص، یعنی ارتباط از جانب یک شخص به جانب یک شخصه، چون خداوند ما بت یا چوب یا یه شکل نیست بلکه یک شخصه. و این ارتباط شخص با شخص، یعنی خداوند با انسان در اینجا برقرار میشه. به این منطقه پارادیسوم هم میگم، پارادیس یعنی بهشت، چون جایی که خدا با انسان ملاقات کنه در واقع اونجا چیه؟ اونجا بهشته. خاطره که وسط این راهروی راه صلیب یک باغ بسیار جالب ساخته شده که همونجور که گفتم اینجا رو بهشت مینامن، جایی که انسان با خدا ملاقات میکنه و درست در وسط این راهرو میان خلقت خداوند رو جا میدن که انسان به خدا و این خالق این خلقت هم فکر میکنه. بعد این ستونهای مرمری صورتی رنگی که دور همین باغ مرکزی در راهروی صلیب ساخته شده هم این رو میخواد به یاد ما بیاره که خداوند خالق ما انسان هاست و خالق زمینه و در اینجا ما میتونیم شخصا با اون ملاقات کنیم. توضیح دادن راهروی راه صلیب لازمه که من اینجا اشاره کنم. ما این راهرویی رو که در داخل صومعه ساخته شده الان داریم راجعش صحبت میکنیم، چون ما یک راه صلیب بسیار زیبا هم داریم
که اون رو حتما بهتون معرفی خواهیم کرد که خارج از صومعه قرار داره. پس این راه صلیب یا راهروی راه صلیب در خود صومعه واقع شده. حالا ما راه صلیب رو داخلی رو یعنی راهروی راه صلیب رو توضیح دادیم. من خیلی مایلم راهروی راه صلیب خارجی هم که خارج از صومعه یعنی داخلش نیست رو براتون توضیح بدم. همونجور که میدونین عیسی مسیح وقتی که قبل از اینکه مصلوب بشه یک راه صلیب داشته. یعنی چی؟ یعنی از وقتی که عیسی مسیح محکوم شد و تا وقتی که اون رو در مقبرش گذاشتن، در اون قبر گذاشتن که بعد از اون زنده شد، ما در کلیسای کاتولیک معمولا فکر می‌کنم در کلیسای ارتدوکس هم وجود داشته باشه همچین چیزی، این راه صلیب رو به 14 قسمت تقسیم کردن. قسمت اولش میتونیم بگیم اون قسمت اول راه صلیب همون موقعیه که عیسی مسیح به مرگ محکوم میشه و ما میتونیم رو در انجیل متی باب 27 آیات 11 تا 26 بخونیم. پس اولین راه صلیب عیسی مسیح به مرگ محکوم میشه. دومین راه صلیب عیسی مسیح صلیب رو بر دوش میگیره یا بر دوش عیسی مسیح صلیب رو میگذارن. ما میدونیم که صلیب همونجور بار گناهان ما هم معنی میده و در اینجا عیسی مسیح بار گناهان ما رو بر دوش خودش میگیره. این موضوع رو میتونیم در انجیل متی باب 27 آیه 27 تا 31 دوباره بخونیم. سومین ایستگاه عیسی مسیح برای اولین بار زیر بار صلیب میفته، چون ما اعتقاد داریم که عیسی مسیح در این راه 3 بار زیر بار صلیب افتاد و در اینجا عیسی مسیح بار اول میفته زیر بار صلیب و این میتونه اشاره باشه به اینکه ما هم بارها در زندگی زیر بار سختی‌ها، مشکلات و حتی گناهانمون ممکنه بیفتیم، ولی همونطور که عیسی مسیح اینجا از جا بلند شد ما هم دوباره باید از جا برخیزیم، چون اعتقاد داریم خداوند ما رو میبخشه و شوری دوباره به ما میده. ایستگاه 4 عیسی مسیح با مادرش مریم مقدس در این راه صلیب ملاقات میکنه.
ایستگاه پنجم شمعون قیروانی، شمعون اهل قیروان در حمل صلیب به عیسی مسیح کمک میکنه. باز همین میتونه اشاره باشه در دوران سختی اجازه بدیم دیگران به ما کمک کنن، یعنی یک مقدار از این بار سختی و مشکلات روزانه رو به ما کمک کنن که ما اون رو هم کنیم. اگه کسی رو میبینیم که زیر بار مشکلات و سختی ها و حتی گناه خودش خم شده، با اون کمک کنیم دوباره از جاش بلند بشه. ایستگاه ششم ورونیکا یک خانومی بوده که در راه صلیب وقتی که میبینه عیسی مسیح عرق میریزه یا خون از صورتش جاری شده، یک دستمال رو به عیسی مسیح هدیه میده و عیسی مسیح صورتش رو با اون دستمال پاک میکنه و همون موقع نقش صورت عیسی روی اون دستمال نقش میبنده. این به این معنیه که در این راه سخت اون زن هیچ کاری نمیتونست برای عیسی مسیح بکنه. تنها کاری که میتونست انجام بده دادن یک دستماله، ولی هر کاری که برای عیسی بکنیم عیسی هزاران بار بزرگتر اون رو به ما برمیگردونه. و عیسی مسیح چه چیز رو به اون زن داد؟ در راه صلیب عیسی دیگه چیزی همراهش نبود که به اون زن بده. یک چیز بسیار با ارزشی که به اون زن بخشید پس داد، نقش صورتش روی اون دستمال بود. البته به این موضوع من اشاره میکنم که سنت کلیسا میگه ورونیکا همون خانومیه که بیماری خونریزی داشت و وقتی ردای عیسی مسیح رو به دست گرفت از این بیماری علاج پیدا کرد. هفتم عیسی مسیح برای بار دوم به زمین میفته و این باز اشاره میکنه اگه یک بار ما زمین خوردیم بلند شدیم و اگه دوباره وسوسه شدیم، اگه دوباره سختی و مشکلی ما رو به زمین کوبید، باز نگیم ولش کن دیگه درست نمیشیم، دیگه نمیشه، دیگه آخرشه، بلکه باز هم از جامون بلند شیم و به راهمون ادامه بدیم. ایستگاه هشتم عیسی مسیح با زنان گریانی که در اورشلیم بودند و برای عیسی گریه و زاری می‌کردند برخورد می‌کنه.
ایستگاه نهم عیسی مسیح برای بار سوم زمین میخوره. یعنی باز این هم اشاره میکنه اگه یک بار، 2 بار، 3 بار، چند بار باز ما زمین خوردیم، باز هم این اجازه رو داریم، این اجازه رو میتونیم به خودمون بدیم که دوباره بگیم نه، ما این زندگی رو میذاریم کنار، دوباره زندگی نو رو شروع میکنیم، یا این سختی تموم میشه، ما باز اجازه داریم یه زندگی نو رو از نو شروع بکنیم. ایستگاه دهم تمام لباسایی که عیسی به تن داشته از تنش به غارت برده میشه. یعنی یه وقتایی در زندگی پیش میاد که ما همه چیزمون رو از دست میدیم. این برای مهاجران از کشور ایران شاید خیلی صادق باشه. روزی که هممون با یه ساگ چمدون ایران رو ترک کردیم، در واقع هیچی نداشتیم، همه چیزمون ازمون گرفته شده، حتی هویتمون، نمیدونیم مال کجا هم هستیم. از بازم وقتی که ما به این موضوع فکر میکنیم میبینیم خداوندمون هم با این مسائل درگیر بوده، ولی خب به یک فرم دیگه. ایستگاه 11 عیسی مسیح رو بر صلیب میخکوب میکنن و این رو ما میتونیم در عکس‌ها و مجسمه‌های زیادی در راه صلیب ما ببینیم. ایستگاه 12 همون لحظه به تصویر کشیده میشه که عیسی مسیح روی صلیبه و بر روی صلیب جان میده برای گناهانمون. ایستگاه 13 اون قسمتیه که جنازه عیسی مسیح رو از صلیب پایین میارن و در آغوش مریم مقدس قرار میدن. نقاشی ها و کارها، اثرات هنری زیادی از این صحنه
در دنیا وجود داره که معروفترین و بی‌نظیرترین اونها اثر میکلانژلو هستش که وقتی شما وارد کلیسای پطرس مقدس میشین، سمت راست وقتی وارد میشین، این اثر رو میبینین که از یک مرمر یک پارچه تراشیده شده و روی لباس مریم به صورت اوریب میکلانژلو اسم خودش رو اونجا حکاکی کرده، برای اینکه اون موقع میگن هنوز هنرمند مشهوری نبوده. یک ایستگاه داریم، ایستگاه 14 که ایستگاه آخره که اون جسم بیجان عیسی مسیح رو در قبر میخوابونن که دیگه بعد از اون هم که میدونیم چه اتفاقی میفته، عیسی مسیح زنده میشه و از قبر خارج میشه. پس این 14 تا ایستگاه راه صلیب رو که در خارج از صومعه قرار داره ما مطالعه کردیم و میتونیم ببینیم که در اینجا یک مخلوطی از نقاشی و مجسمه سازی در این راه صلیب وجود داره و فکر میکنم 2 یا 3 تا دیگه از این تابلوها رو هم بردن که مرمت کنم و جاشون خالی. ولی همونجوری که در فیلم ملاحظه میکنید وقتی که شما این راه صلیب رو نگاه میکنید میبینید که سه مجسمه هایی هم در این راه صلیب وجود دارن که تعدادشون زیاده. اگه ما بخوایم همشون بپردازیم خیلی طولانی میشه، ولی من میگم در ابتدا با موسی شروع میشه، همونجوری که میبینید لوح 10 فرمان در دستشه. بعد زکریا و الیزابت هستن که پدر مادر یحیای تعمیدنده هستن. بعد آنا، قدیس آنا و یواکیم که سنت کلیسا میگه پدر مادر مریم مقدس هستن، اینا رو میبینیم و یه سری قدیسین دیگه مثلا پطرس مقدس و پولس مقدس، اشتیفان مقدس، بارباره مقدس، همچنین برنارد مقدس، بندیکت مقدس و بندیکت هم یک خواهر داشته که 2 قلو بودن که ایشون هم یک زندگی روحانی رو انتخاب کرده بودن و اسمشون شولاستیکا بوده. بعد اینا افرادی هستن که مهمن و ما گفتیم، ولی خب تعداد مجسمه قدیسینی که در این راه صلیب دیده میشن تعدادشون زیاده. Exudat Deus et discipentur in nimici